گریجویشن به روش خیلی راحت کوتاه کنیم. اول تقسیم بندی رو مطابق شکل انجام میدیم. شروع کارمون از پشت سر هستش. با زاویه 90 درجه تو محیط مربع کوتاهیمون رو انجام میدیم. بعد شکل بیرونی در واقع پشت سر رو انجام میدیم و قدی که مد نظرمون هستش رو کوتاه میکنیم. دقت کنیم که خیلی بلند نباشه. بعد که کنارهای دو طرف رو چک کردیم میریم سراغ سکشن بعدیمون. سکشن بعدیمون رو با زاویه 45 درجه و زاویه انگشت، اگر میخواید که خوردیتون یه مقدار سبک باشه با زاویه انگشت میتونید تغییرش بدین. شروع میکنید به کوتاه کردن. راهنماتون رو از پایین سر از سکشن‌های قبلی در واقع برداشتیم و کوتاهیمون رو انجام میدیم. بعد از این کار میریم سراغ کنار سر. کنار سر رو میایم در امتداد خط پشت سر کوتاه میکنیم. این باعث میشه یه مقدار شیب ایجاد بشه. بعدش با زاویه 180 به صورت لیر کوتاه میکنیم. قسمت تاج سر راهنما از پشت سر برمی‌دارم و با زاویه انگشت هم یه مقدار شیب بهش میدم، به طوری که قسمت تاج سرم هرچی به سمت جلوتر میره، به سمت صورت میره، بلندتر باشه. بعد دو طرف رو با هم چک میکنم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادم یه پیتاژ به نوک کل موهایی که کوتاه کردم میزنم. به این ترتیب رد قیچیمو در واقع فید میکنم. بعد از این کار براشینگمون رو انجام میدیم. این هم نتیجه کارمون. اگر دوست داشتین براشینگش رو یاد بگیرید، پست بعدی رو حتما دنبال کنید.